امروز هم که کیها اونجا یعنی قدرت در دست کیها بود. یعنی اگر ریزوشو پهلوی نشید 25 تا هست کنید این شد اندیشه است بای کردن متاسفانه بناهن امروز هم برای ما ایران فردوسی و ایران ریزوشو پهلوی مهم است. بینتون دیوم بعد استقلالیت یا که از دوره گرباچوی در فضای ما یک نو مذهبی سازی چهره از جمله استاد علی بدبختانه در میان است و من نمیگم که این ملا سازی ها که مذهبی سازی تا چی داره فقط یک مثال شد اگه چی هم در خود جبت کنید در همینجا در وقتی که کتاب اندیشه های دنیوی در ادبیات کلاسیکی رو معرفی میکردن در اینجا ضمناً پرزنت مطرح اشاره کرد که ما سپارش دادیم که عینی رو دنیویت اشعار عینی رو برای مردم آثارش رو کنن از عینی یک ملا ساختن ببینید یعنی این چی جریان است ما باید نادیدن نگیریم از کنار این هیچ ممکن نیست همه گپ‌های ما صفر میشه اگر که ما این چیز رو نگوییم. یکم دوم یک پهلوی ولی بسیار است از وقتی چاپ میشه من نمیگویم اما در دوره استقلال محقق‌های عینی شناسای معتبر ما ارجمند در بزرگیشان سرخط همه نامه‌ای بیان دارند تهذیب سیبیان ترتیب قیام و ضروریات دین سه اثر رو دسته کرده از عینی چی ساختن یک چهره مذهبی همه دیگر چیزها را بالکل انکار کردن و باز هم چیزی از همه بدتر بود که فقط وقتی که در باره عینی سخن میگفتن که فقط یادداشت‌ها و مرگ خود دیگر نیست حالا که هر چیز از قلم نوک قلم استاد عینی تراویده است این شاهکاری‌های ادبیات ما هم که اون چیزا چنگیز ایمتوف یا که اقبال گفته است یا شاه یا که گورکی گفته است برای ملت این خیلی باید بوده باشد من گمان و این چیز بسیاری برای ما علم آور است دردآور است این گپ‌ها را یک آدمی عادی نگفته است این گپ‌ها را بزرگان ما گفته است من در اینجا فقط با چند کتاب اشاره میکنم فقط نام نمیکنم برای که میخونم شاید تکان میشود فقط نام‌ها را میخونم اندیشه های اخلاقی نخبگان طغرا پیرامون مشخصات شعر طغرا که همون باهایی که طغرا رد میکنه میگم یا که شتاب کرده باشه عینی هیچ دو شتاب نمیکرد حساب خب فتنه انقلاب در بخارا و کتاب جان پیوند ادبیات و فرهنگ ملی این اثرهای علمی مقاله اثرهای بدیعی نثر ما در بعد زمان استقلال از زمان گرباچوی در مقابل نثر عینی قرار بود این گپ من است گپ خدای شریف زاده که بهترین مشاهده کرده است اگر مثال ما برد است من نمیگم کدام نویسنده داره از 3 روز یک بهار سر کرده تا آتش در خانه قدیم و اثرهای دیگر و نثر ما در مقابل نثر عینی قرار فقط یک مثال خطی باسمچی قهرمان است حالا که استاد عینی میدونید که چی گفته من نمیخوام نام اثر رو غفلت زده کنم آتش در اونایی که عینی ستای بودن عینی ستیز بدبختانه خب میرم خب این گپ خدای شریف را گفتم رد کرده که این عقیده نادرست است همون نیگریزمی که همون ارزش‌های دورش پیش از شوروی من بکر تکرار شده است ما به چیزای مثبت رو میگیریم منفی رو میپسیم قصه ضحاک حمیدون بخوان نامه جمشید و فریدون بخوان نیک و بد از دفتر ایشان میجوی نیک به خاطر کنه بد را بشون این نیگلیزم ما همه چیزی مترقی پیش قدم میگیریم من یک مثال میگم استاد کازاد دوره ای که احساس نبود سالهای 90 برای همه را انتقاد میگه امروز مصاحبه آخر گفته که بهترین متد ریالیسم است و خب که استاد اینم بود در مورد سعدی اختیار میکرد من فقط مختصری بیان گفتم خب چیزی دیگر همین کتابای استادا که اینا سرمشق و قول ایرانی ها الگوان محققان ما رو دیگران را زهرآلود کرده است مثلا من مشخص میگم که یک شاگردی ما مانع شاگردی همون استادا اصلا یک دیدی استتیکی
آثار عینی است. چی میگه؟ دم یک اقتباس میخونم بسیار است. صدرالدین عینی دانشی اولادی و شجروی خود را در اثرهای جنبه شریحالی داشته در بالا ذکر کردم، به استثنای سعید زاده بودنش با آن شکلی که واقعیت را بیان نکرده. اینو چی میگه؟ بلکه ادیب ترجمه به با طلبات مهم سوسیالیستی موافق کرد. من دیروز میگم یک منقد ادبیات شناسی زبردست بود، امروز همه شجره سازی برده خود را با عرب و ترک و مغول نمیدونم خواجه حراری ولی میچسبونه و گفتم ما کیستیم نباشه. این بسیار اشتباه است که ببینید دیگه باید این تفکری ملی در فقط اگر ما کول همه گوش میره تمام هیچی نیست. اما بزرگان ما هم از اونم چهر نوع عبرت بگیریم. ما یک آدمای عادی من گفتم که یک مقاله رو ما کیستیم و از بعد چیستیم، پس این توجیه نیست نباشه. همه از میرود ساکین کجا میچسبونه چیز ضرورت است. انا همین چیز من در این جواب کردم که استاد عینی گفتم از سعید زاده بدن خود هیچ وقت افتخار نمیکرد. یک مثالش میگم اینجا هست نمیخونم عینا میگه که وقتی دریافت داشته آورده است جوربک عرب زاده بود، یک سوداگر بسیار مشهوری در بخارا میدارد در آنجا از نام قرامه یخون میگه تو با عرب زاده بدن خودت افتخار میکنی، نمیدونی که قتیبه ابن مسلم میگه در موارنه چی خونه ها رو بده دوامش نمیگم خطی. یعنی هیچ وقت از غیر تاجیک بودن عرب زاده یا که دیگر نژاد بودن افتخار نمیکنی. بعد شما همون شاهنامه را خوانید در دوره بعد میگه که برای چی بهترین و برای چی شاهنامه با سلطان محمود غزنوی مقبول میگه که از بس که از ایرق دیگر بود من روحی ملی در برای همین موردی پسندی و قرار نگیری و همین معنا را من بگم که عینی نه تنها ادیب شاعر نویسنده مذهبی نبود بلکه شاعر و ادیب و نویسنده ملی و شعوبی است. شعوبی اش یک مثال میگم پرزیدنت هم گفت از اینجا من بیان نکردم که در بعد در سالهای 20 دوره ایمد سال جنگ بزرگ وطنی استاد عینی اسیان مقننه را ببینید از اونجا گفتم در که میگه که مقصدی اینجا استاد یک ذکر باید مقصدی میگه ابو مسلم خراسانی مقننه این گفت فقط عینی گفته است کسی نگفته. همه اینها میگه ساختن یک دولت ملی، دولت ملی که در سر دولت نژاد ایرانی باشه، ایرانی نژاد تاجیک و فارس و در همونجا ذکر میکنه که مؤرخان و تذکره‌نگاران همه یکی در طول 1400 سال میگه وقتی که چهره ملی و یا کم و کور و سیاه میکنه از جمله مثالش رو مقننه رو میرسه. این چیزها را من گمان میکنم که بزرگای ما که در باید را کشف کنند که مردم برای اینکه راه هموار کنند ما گمراه نشیم باید از این دیدگاه باید کردن که دوام بیتیم و پرزیدنت اول خطر نده حالی ما کم شد وقتی برای خطر من این کنم چیزی پرزیدنت هم بخونم برای از آخر شد. ما در این همین دوره جنبش ملی دامنه آمد که به نام صدرالدین عینی و دیگر فرزندان ملتی تاجیک علاقمند است که آن را میتوان حرکت شعوبیه دوران شوروی دوام است. خود استاد عینی چی میگه؟ انا جوهری و هم تقدیری من است که وقتی در جای باش هم سخن میگه اگر یک ساعت سفسطه یا کتاب من کشیدم همین تمام که بعد از من تمام نمیشه. خب استاد عینی چی میگه؟ صدبه نوا و نراد است. متاسفانه این مقاله ترجمه نشده است. من گفته است امیرا فقط استاد شکوری یک اقتباس کرده است، یک نفر دیگر یک اقتباس کرده است. گفته استم که امیرا حتما باید ترجمه کنیم. آن خدمت در عین شناسی میگه تمام جوهری این مرد بزرگ نابغه جهانی را منعکس کرد. چی میگه؟ در دوام عمر خود من کتاب‌های زیادی نوشتم که همه آنها با یک موضوع بخشیده شده، از یک مواد فراهم آمدن. همه این کتاب‌ها درباره تاجیکان، انا محوری واژه کلیدی چی باشه؟ تاجیکان، تاجیکستان درباره کشوری کوهستانی من یک افتخار می‌کردید استاد عینی کوهستان پیش از ما افتخار می‌کرد. درباره این خاک مقدس میگه. خاک مقدس می باشد که در گذشته آن را اردوهای سرشماری اجنبیان زیر پا نمودند
درباره فرزندان این سرزمین می باشد که در قرن هفتم ایرای ما با خودنامی تاجیک را. من گمان میکنم همین چیز با حرفای اگر طلایی نشترش کم است برای مردم ما، خصوصا برای اهل استعداد تحریک‌گرای اهل. و یک چیز دیگر بودی در همین دوره بعضی عذر من اینجا استاد اسکر حکیم اسمونه خدا علم و دانشمند باشید از پای فهمی شنو مردم را به فهمیش کهنه بود و فقط یک اقتباس از شودران عطاخان سیف‌الله میکنم که دیگر جای گپ نمیمونه. اونایی که در موقعی فرض کردیم مذهبی‌ها مثل اونا که هستن آدمی که ما چقدر معیار دنیویت میخوایم چی گفت است دیدی نه چی معنی داره. انا ببینید این میلت 10 میلیون کجا چی میگه؟ میپرسد روزنامه‌نگار که انا دیدی نه چی معنی داره. می چی میگه شودران روح شد و جاش جانب دیدی نو این خالصانه تحقیق کردن ایجادیات شاعر فیلسوف نویسنده و عالم است. دیدی نو بعد صاحب استقلالی نه تنها در ادبیات بلکه در همه علم‌های جمعیتی و صنعت رایج شد و باید هم بشد. در زمان شوروی ما بیشتر عقیده‌های سیاسی اجتماعی شاعر را تحقیق می‌کردیم. ما به اندیشه‌های دینی او ببینید امروز تمام دولت اسلامی نیست، خدا نکنه که طالبان باشه ما گاز خوب داریم انا کاستوم شیم داریم از اون سالابو انا چی میگن با ریش ازار فرق نداره از اونا بدتر است. ببینید چی شده وقتی که یک راهنمایی میگه تماشا میکنه چشم میپوشن حالا که دین اسلام با دین اسلام گرایش کردن افکار ایجادیات کلاسیکانی ما نباید مایه انتقاد باشه. خالصانه اگر دین اسلام و قرآن نمیبود نه حافظ نه جامی و نه مولانا با آن حد نمیرسیدن که رسیدن. محض اسلام و قرآن سرچشمه الهام این شاعران عاری بود و این عامل‌ها باعث تشکل اندیشه‌های کلاسیکان ما شدند. چند سال پیش یک کتاب نوشته بودم به نام تاریخ تشکل افکار ملی در آخر عصر 19 و اول عصر 20. در همان اثر در ایجادیات احمد دانش بر این عالم فیلسوف دیپلمات نویسنده موقع دین را نشان دادن. ببینید در دنیا یکم کار نیست که من مسلمانانی دار راحتی غسپرینسکی پانتورکیسی اشدی را بکریده در اونجا از نامای بزرگوار است که دیگر جایی گپ نمی‌کنه. ما چیکار کرده است؟ امنیت ادبیات علم هیچ نمیشه. امنیت ادبیات امنیت چهره ها را چیکار؟ این فقط از بحر یک قطره است. من بسیار درباره کمال عینی نمیگم وقتی که پدرش را تحریف کرده